دوست دارین دور از شلوغی شهر زندگی کنید؟ اینجا بیکوز یه منطقه جنگلی و فضای سبز بسیار زیبا با یه پروژه متفاوت کنارتون هستیم. خب من در خدمت همکارمون هستم و از ایشون خواهش میکنم که یه سری اطلاعات دقیق‌تری رو راجع به پروژه به شما بینندگان عزیز ما بفرمایند. پروژه ما در منطقه بیکوز در بخش آسیایی واقع شده که یکی از لاکچری ترین مناطق استانبول هستش، در محله آجارکند. پروژه در مجموع از 2 تا بلوک تشکیل شده، هر بلوک 21 طبقه داره. طبقات آخر پنتهاوس های دوبلکس هستند و در هر طبقه 5 تا واحد 3 خواب داریم. ارزم به حضورتون که فضای سبزی که اطراف پروژه هستش 10,000 متر مربع هستش، فسیلیتی، استخر، باشگاه و اتاق ماساژ، حمام ترکی، 3 طبقه پارکینگ سرپوشیده داریم، 1 طبقه مرکز خرید فعال هستش که ساکنین با یه آسانسور میتونن بهش دسترسی پیدا کنن. پروژه چون در یک منطقه سرسبز قرار گرفته و اطرافمون همه جنگل هستش، آب و هوای خیلی خوبی داره، یعنی اکسیژن خالص داریم اینجا و از اون شلوغی و ترافیک و ازدحام استانبول فقط 20 دقیقه ما فاصله داریم و وارد یه منطقه خوش آب و هوا میشیم. به خاطر اینه که خیلی دوست دارن اینجا رو، خیلی ایرانی پسنده و اینجا رو برای زندگی انتخاب میکنن. هر چقدر از قشنگی ویو این پروژه بگم کم گفتم. خودتون ببینید. وارد واحد 3 خوابه شدیم. سالن بزرگ و دلباز، نورگیر خیلی خوب با یه فضای دلنشین. اینجا اتاق خواب مستر کودکه. ببینید به چه زیبایی طراحی شده. آدم دوست داره به کودکیش برگرده. اینجا هم اتاق خواب مستر دومه. اینم فیوریت من، اصلا نیازی به توضیح نداره، خودتون ببینید. خب یه بار دیگه امکانات پروژه رو با هم دیگه مرور کنیم. استخر سرپوشیده و روباز، حمام ترکی، باشگاه بدنسازی، اتاق ماساژ، زمین بازی بچه‌ها، کافه و رستوران، سونه خشک و بخار، آرایشگاه زنانه و مردانه و خشکشویی. خیلی ممنونم از اینکه با ما همراه بودین. حتما ما رو فالو کنید و برامون کامنت بذارید که خیلی برامون مهمه و اگر هر سوالی دارین از طریق دایرکت و یا واتساپ از مشاورین ما بپرسید. MTC هوم، همراه واقعی شما. اینجا هم اتاق خواب دوم مسترمونه.